نوروزی میگردد و تحفه را از دستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میگیرد. چقدر برای ورزشگران، آنهایی که افتخاری ملت دوستان تاجیک هستند. عزیز، این لحظه مکافات ها را سروری دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به غالبان و جایزه‌داران تقدیم میکند. تحت کفگویی های شما مخلصان گشتیری ملی، برنده مدال طلا کامرانشاهی استاپیریان صاحب شاه جایزه گردید. دوستان عزیز، چند کرات چمپیون جهان در رشته سامبو، برنده مدال طلای گران پری قزاقستان کامرانشاهی استاپیریان. دوستان عزیز، حاضرین محترم، من این باز یک انشاءات نوی زمانوی برای جوانان، برای تشویق و ترغیب طرز حیات سالم، امفی‌تئاتری که در یک مهلت کوتاه ما برای شهروندان ولایت سوخت در اینجا بنیاد کردیم، هم مرکز فراغتی فرهنگی و هم چهاربینی های ورزشی را با اشتراک 6000 جای نشست در اینجا با تمام شرایط های درجه بلند گذراندن ممکن است. و امروز که جشن نوروز است، در اینجا پهلوانان برآمد کردند. من فکر میکنم که در اینجا غالبان که اشتراک کردن جای 1 2 3 رمزی هستند و خود در میدان برآمدند و گشتین ملی را نشان دادن و مسابقه کردن خودش قهرمانی است. نه هر یک جوانمرد چنین غیرت دارد. احسن، به هر ماشان احسن. من برای رئیس کمیته کار به جوانان سپارش دادم که ما باید گشتین ملی را رشد دهیم، انکشاف دهیم. قریبی در تمام قلمرو مملکت شهر نایا انشاءات های ورزشی بنیاد شده ایستادند، میدان های ورزشی، تالارهای ورزشی. فقط ما میبینیم که در یک معرکه جشن نوروزی گشتین ملی یک اوج میگیرد، به همین به خاموشی میرود. ما جشن عید استقلالیت داریم، باید با شرافت جشن استقلالیت این چیز را عنعنه کردن در کار. ما جشن روز وحدت ملی داریم 27 ایون، در این روز وای کردن در کار. و در بین نورسان و جوانان هم باید این یکی طرز گشتین ملی را چگونه که نوروز را جشن میگیریم باید گسترش داد، انکشاف داد. و بینیم بعضا نمادهای ورزش امروز در جامعه جهانی همچون مسابقه های جهانی گذرانده می شود که اکنون پیدا شدند، لیکن گشتین ملی ما شما 1000 ساله تاریخ دارد. البته بعضا جاده با گوشه فراموشی رفته ایستاده است. من در این روز خرسندی همه حاضرین را تبریک میگویم، مخصوصا به جوانان مملکت مراجعت میکنند که بیشتر مشق کنند، ورزش کنند، آماده باشند در مسابقه های چی در داخل و منطقوی و عرصه بین المللی نام و مرتبه دولت تاجیکان را بلند بردارند. من به همه ورزشگرانی که در اینجا اشتراک کردند تبریک میگویم، با شما موفقیت و برای کار آرزومند هستم. مشق کنید. حالا جوانمرد هستین، سن سال عین کمالاتان است. کوشش کنید که پرچم بردار دولت و ملت تاجیک باشید. ما با شما افتخار میکنیم. مردم تاجیک افتخار میکند. گرچنده که من دائما میگویم پهلوانان را، استاپیریان دائما توصیه میکنم که در کدام گوشه مملکت دنیا که گشتین نمیگیری، تو در وقتی که میدان برآمدی خود را تنها احساس نکن.
در پشت و پناه تو 8 میلیون زیاد خلق تاجیک ایستاده است.